و ایپوتک همون کردیت هست یا همون قرض بانکی هست که شما خانه رو میگیرید، بانک پول اون رو میدهد و شما اون پول بانک داده که همچون قرض حساب می شود کم کم مدت 20 سال و 30 سال آورده به بانک می دهید که البته این همون ربایی هست. الله میگه اگر بس نکردید شما آماده جنگ با الله و پیامبر باشید. ایپوتک هم عیناً همون است. اگر دولت حاضر یک نیرنگ دیگر است که گویا که دولت اون را میدهد، دولت یک قسمش را میدهد، بقیهش را شما میدهید، و با دستی خود به آنجا رفته امضا میکنید که من راضی هستم که به بانک مدت طولانی قرضی برای خانه گرفتم را دهم. عیناً همون گرفتن خانه با پول قرضی که دیر کردی فایز میبندد است که این جایز نیست و متاسفانه یعنی به این گویا حلال است گویان بعضی